سلام، عرض ادب. مصطفی فرازمند هستم با مطالعه موسیقی خطه سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستم. به گفته دوست جوانم آقای اکبر سوریزئی، در بسیاری از موارد دیده می شود که موسیقی لیکوی دو شهر و یا دو طایفه توسط افرادی ترکیب شده و موسیقی جدیدی به وجود آورده است و یا افرادی که در زمینه موسیقی لیکو تسلط یا مهارت خاصی داشتند، همچون قاسم خان، موسیقی خاص و جدیدی را به وجود آوردند. اگر بخواهیم مهمترین چهره هایی که در چند سال اخیر بیشترین تأثیر را بر روی موسیقی لیکو گذاشتند را نام ببریم، میتوان از مرحوم قاسم خان سوریزئی، بهرام سوریزئی، محمد نور محبزئی، حاج عبدی و حسن عمرزئی، گلجان کهرازئی، بهرام خان یار محمدزئی، اسماعیل شهنوازی اشاره کرد. اما نکته قابل توجه اونه که این تفاوت‌ها و تمایزها در موسیقی لیکو فقط در یک دستگاه به وجود آمده است. لیکو در دستگاه موسیقی به نام سیم اجرا می شود که البته می توان به جای نام ذکر شده از واژه خود لیکو برای این نامگذاری هم استفاده کرد. اما در همین دستگاه شهر به شهر و نقطه به نقطه موسیقی لیکو تغییر کرده است و این تغییرات را بیشتر در نوع تحریرها، فرودها، فرازها و کششها میتوان حس کرد. در این مجال سعی شده است که نمونه هایی از موسیقی لیکو با نام و مشخصات آن بیاوریم. هرچند که لازم بود برای لیکو مربوط به هر منطقه و یا هر طایفه از همان افراد منطقه و یا همان طایفه استفاده کرد، اما به دلایلی این امکان فراهم نشد و سعی کردیم تمام این تفاوت‌ها را توسط یک نفر ثبت و ضبط کنیم و این شخص کسی نیست جز استاد خدامراد شعلی‌بار. به جرئت میتوان گفت که به همان اندازه مفاخری همچون ملا کمالان هوت، ملا غلام قادر راسکی، ملا موسی راسکی و دوستان دیگر در زمینه موسیقی مکران شهرت و مقبولیت عام داشتند. خدامراد نیز در موسیقی سرحد به همان اندازه تاثیرگذار و شهرت و صد البته پرکار بوده است، ضمن اینکه ایشان ساز سروز را به همان زیبایی که می‌خوانند نیز می‌نوازند. مضاف بر آن ایشان به جغرافیای لیکو از سیستان سرحد تا مکران نیز اشراف دارند. در این آلبوم انواع لیکو با اجرا و نوازندگی مراد شعلی‌بار معروف به خدامراد ثبت و ضبط شده است. قطعاً ایراداتی به آن وارد است و نواقصی نیز دارد، اما میتوان آغازگر پژوهش‌های دقیق‌تر و جدی‌تری در زمینه موسیقی لیکو باشد. خواهشمند است که ما را از راهنمایی و پیشنهادات خود محروم نفرمایید. متشکرم.